واگویی چیست؟ آهسته با خود صحبت کردن را واگویی میگویند. واگویی ها اثرات عمیقی بر روی فرد گوینده دارند. در دانشگاه MIT آمریکا پژوهشی انجام شده که طی آن متوجه شدند اگر شما به خودتان فقط یک بار بگویید فلان کار را نمیتوانم انجام دهم، باید یک نفر دیگر 17 مرتبه به شما بگوید که شما می توانید آن کار را انجام دهید تا اثر همان یک بار را خنثی کند. خیلی مراقب واگویی های خود باشید. قدرت نفوذ کلام شما برای خودتان 17 مرتبه از قدرت کلام دیگران نسبت به شما قوی تر است.